Here comes trouble, putting on a show like a domino. مورد یه آزمون مهم در مهندسی راه و روسازی صحبت کنیم. آزمایش FAA یا فاین اگریگیت انگیریتی اسمش یکم تخصصی به نظر میرسه ولی خیلی ساده است و کاربردی. این آزمایش به ما کمک میکنه تا به صورت غیر مستقیم میزان زاویه داری و زبری سطح مصالح ریزانمون رو بسنجیم. این آزمون استاندارد داره و بر اساس روش ASHTO 304 انجام میشه. حالا چرا زاویه داری مصالح مهمه؟ تصور کنید توی آسفالت مصالح ریزان مثل چسبی هستن که بقیه مواد رو کنار هم نگه می‌دارن. اگه این مصالح گرد و صیقلی باشن، خوب به هم قفل نمیشن و استکاک داخلیشون کم میشه. این یعنی چی؟ یعنی روسازی آسفالتیمون در برابر بار ترافیکی زودتر دچار شیار افتادگی و تغییر شکل دائمی میشه. اساس کار این آزمون اینه که هرچی فضای خالی بین ذرات مصالح بیشتر باشه، یعنی ذرات زاویه دارتر و سطحشون زبرتره. در نتیجه کیفیت بهتری دارن. برای انجام این آزمایش یه سری وسایل ساده نیاز داریم که تو این اسلاید می‌بینید. یه استوانه استاندارد، یه قیف استاندارد برای ریختن ماسه، یه شیشه صاف کن یا خطکش برای صاف کردن سطح ماسه، خوده ماسه خشک با یه دانه بندی مشخص، ترازوی دیجیتال دقیق، آب مقطر، دستکش و یه مقدار خیلی کم روغن برای چرک کردن استوانه. بهتره اینجا یه عکس از این وسایل هم نشون بدیم که مخاطب بهتر تجسم کنه. خب بریم سراغ مراحل انجام آزمایش. اولین مرحله آماده سازی استوانه است. تو این مرحله استوانه خالی رو با درپوش شیشه‌ای وزن می‌کنیم و وزن اولیه رو ثبت می‌کنیم. اسم این وزن رو می‌ذاریم W1. مرحله دوم پر کردن استوانه با ماسه است. قیف رو بالای استوانه قرار میدیم و ماسه خشک رو آروم آروم از قیف می‌ریزیم داخل استوانه. خیلی مهمه که ماسه به صورت آزاد و بدون هیچ فشردگی داخل استوانه بریزه. مرحله سوم صاف کردن سطح ماسه است. بعد از اینکه استوانه پر شد با شیشه صافکن سطح ماسه رو هم تراز می‌کنیم. دقت کنید که نباید به ماسه فشار بیاریم و فقط باید سطحش رو صاف کنیم. مرحله چهارم وزن کردن استوانه با ماسه است. حالا که استوانه رو با ماسه پر کردیم و سطحش رو صاف کردیم، دوباره استوانه رو با ماسه و درپوش شیشه‌ای وزن می‌کنیم و این وزن رو هم ثبت می‌کنیم. اسم این وزن رو می‌ذاریم W2. مرحله پنجم روانکاری استوانه است. تو این مرحله برای اینکه آب راحت‌تر داخل استوانه بشه و به دیوار نچسبه، یه مقدار خیلی کم دیواره داخلی استوانه رو چرب می‌کنیم. خیلی کم، فقط در حد یه لایه نازک. مرحله ششم پر کردن استوانه با آبه. حالا استوانه رو به آرومی از آب پر می‌کنیم. با جای آب می‌ریزیم که سطح آب یه حالت گنبدی خیلی کم پیدا کنه. مرحله هفتم تراز کردن سطح آب هست. درپوش شیشه‌ای رو میذاریم روی استوانه. این کار باعث میشه آب اضافی از لبه ها بیرون بریزه و سطح آب کاملا صاف بشه. مطمئن بشید که هیچ حباب هوایی زیر درپوش نمونه نمونده باشه. خب حالا وقت محاسبات خیلی ساده است. برای اینکه وزن ماسه رو به دست بیاریم، وزن استوانه با ماسه W دو رومن‌های وزن استوانه خالی W1 می‌کنیم. به این جرم ماسه میز به دست میاد. برای محاسبه ی حجم استوانه از آب استفاده می‌کنیم. حجم آب ریخته شده در استوانه دقیقاً برابر با حجم داخلی استوانه است. ما فرض می‌کنیم چگالی آب تقریباً 1 گرم بر سانتی متره. پس وزن آب که از تفریق W3 و W1 به دست میاد تقریباً برابر با حجم آب و در نتیجه حجم استوانه ویچ خواهد بود. با تقسیم جرم ماسه میز بر حجم استوانه ویچ، چگالی توده‌ای مصالح در حالت سست یا لوس بارک دنسیتی به دست میاد. یه محاسبه دیگه هم هست به اسم درصد فضای خالی. ولی برای محاسبه دقیقش به وزن مخصوص ذرات مصالح نیاز داریم که توی این آزمایش مستقیم اندازه‌گیری نمیشه. اما مفهومش رو توی اسلاید بعدی توضیح میدیم. خب نتیجه این آزمایش چیه و چطور باید تفسیرش کنیم؟ مقدار FAA که از این آزمایش به دست میاد یه شاخص برای کیفیت مصالح ریزانه در مخلوط‌های آسفالتیه. هرچی مقدار FAA بیشتر باشه، یعنی مصالح زاویه دارتر و سطحشون ضبط‌تره. این زاویه داری و زبری باعث افزایش استکاک داخلی بین ذرات میشه که برای مقاومت در برابر شیار افتادگی خیلی مهمه. پس مصالحی که FAA بالاتری دارن معمولاً عملکرد بهتری توی روسازی‌های آسفالتی از خودشون نشون میدن و مقاومت بیشتری در برابر تغییر شکل دائمی دارن. در نهایت آزمایش FAA به ما کمک میکنه مصالح مناسبتری رو برای استفاده در مخلوط‌های آسفالتی با عمر طولانی‌تر انتخاب کنیم.